اگر تخمی را کاشتی میگویند آن را پینهان دار. نه هرچی در دل میپروری باید فاش کنی. اگر یک مرغی از محل آن تخمی کاشته تو باخبر شود میتواند ثمره محنت تو را برباد دهد. پس چه رسد به انسان‌هایی که شاید حسد ورزند یا به اندیشه و نیت‌های تو باور نکنند. هر اندیشه، هر آرزو، هر نقشه‌ای که در دل داری تا دمی که به گل تبدیل نیابد آن را مخفی نگه دار. حضرت مولانا میگویند هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. گورخانه راز تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. گفت پیغمبر که هر کی سر ниҳуфт، زود گردد با مرادی خویش جفت. دانه چون اندر زمین پینهان شود، سر او سرسبزی بستان شود. چه زیبا میگویند در دوامش، زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش که یافتندی زیر کان. با مرکز خیرت بمانید عزیزان تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را توصیه می‌کنیم.